بعضت خیلی توپه، دستت به دهنت میرسه، نوش جونت. به کسایی هم که دستشون به دهنشون نمیرسه کمک کن، جای دوری نمیره. هر کس تو شغل خودش. خدای نکرده نمیخوام از خود تعریفی باشه، منم توی حیطه کاری خودم کسایی که نیازمندن و ویزیتشون رایگانه. تو نونوایی، مکانیکی، تاجری، دکتری، مهندسی، هر کسی هستی، 1 ثانیه بعد تو نمیتونی تضمین کنی. زیباییت هر چقدر باشه، ثروتت هر چقدر باشه، ملک و املاکت هر چقدر بزرگ باشه، خودروت هر چقدر عالی باشه، تو آلمان باشی، آمریکا باشی، ایران باشی، تو هر کجای دنیا باشی، تو کاخ هم باشی یا توی کلبه درویشی، اسرائیل میاد میبره. خلاص. از حواست به خلق خدا باشه. 3 تا مسئله. حق النفس یعنی خودم، حق الناس یعنی حق دیگران، چه انسان چه غیر انسان، حق الله یعنی حق خدا. این 3 تا رو حواست باشه، مبادا ضایع بکنی. اول از همه خودم میگم، خودم از همتون پایین ترم. التماس با 29 سالش بوده بنده خدا. این یعنی چی؟ یعنی نمیتونی تضمین کنی که کی از این دنیا میری، پیر باشی یا جوون. هر چقدر جوون باشی بالاخره رفتنی هستی، هممون رفتنی هستی.